مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی از پیشرفت 70% کار فایبر نوری در نیمروز خبر می‌دهند. به گفته آنان با بهره برداری این پروژه خدمات اینترنتی در این ولایت بهبود خواهد یافت. در همین حال باشندگان نیمروز از کیفیت پایین خدمات مخابراتی و اینترنتی و بهای بلند آن شکایت دارند. شماری از باشندگان نیمروز از کیفیت پایین خدمات مخابراتی و اینترنتی شکایت دارند. به گفته آنان افزون بر پایین بودن کیفیت خدمات این شبکه‌ها، بهای آن نیز بلند است. باشندگان نیمروز از مسئولان در حکومت سرپرست خواستار رسیدگی به این چالش هستند. شرکت‌های مخابراتی اینترنت از اینا به شکل درست کار نمی‌کنه، تماس‌های از به شکل درست کار نمی‌کنه. زمانی که یک جای تماس می‌گیری، تماس قطع وصل میشه، یا ضرورت داری به اینترنت که واقعا یک مسیج کنی، یک مطلب مهم رو بگیری، می‌بینی اینترنت از بسیار ضعیف به شکل درست کار نمی‌کنه. از دولت خود ما امیر می‌خوای که در راستای همین شبکه‌های مخابراتی بعد کمک کنه، بعد آنتنا رو اینا رو خوب جور کنه. در همین حال مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در سفر به نیمروز از پیشرفت 70% کار فایبر نوری در این ولایت خبر می‌دهند. این مسئولان می‌گویند که با بهره برداری از پروژه فایبر نوری خدمات اینترنتی در نیمروز بهبود می‌یابد. مخابرات و معلوماتی تکنولوژی وزارت رهبری سعی تلاش کوي چې ټول هیوادوالو لپاره که نیمروز ولایتي که نور ولایتونه مخابراتي سیستمونه او مخابراتي خدمات وړاندې کړي. که هغه د پایو په برخه کې ده، تاسو ته پته ده چې اووه پایې تنه د PDF پروژې څخه په نیمروز ولایت کې وړاندې شوي دي. همدارنګه تاسو ته پته ده چې عملا نیمروز ولایت ته د نوري فایبر کیبل غځېدنې تقریبا 80% کار مخته تللی دی. موږ به انشاءالله د دې څلور پنځو میاشتو کې په نیمروز کې داسې ساحه ونه لرو، داسې کور به ونه لرو چې هغه ته مخابراتي پوښښ لاندې نه وي، او د کیفیت په لحاظ باندې څه مشکلات وجود لري، خو هغه فایبر تاسیسات په جریان کې اوسئ تقریبا 90% 15% کار یې مخته تللی دی. حلقوي فایبر د نیمروز ښار زرنج سره وصل کېږي. د دې په وسیلت سره به انشاءالله اینټرنیټ، وایس، نور خدمات هغه په لوړ کیفیت انشاءالله نیمروز ولس ته عرضه شي. این در حالی است که باشندگان نیمروز پیش از این نیز از پایین بودن خدمات مخابراتی و اینترنتی و بهای بلند این شبکه‌ها در این ولایت ابراز نگرانی کرده و از مسئولان خواستار برطرف ساختن این چالش شده بودند. در این بخش از نیمروز در رابطه با خدمات اینترنتی در افغانستان بیشتر صحبت می‌کنیم با مهمان آقای آیت الله الکوزی، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی که اینجا در استودیو حضور یافتند. الکوزی، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. سپاسگزار حضورتون. قبل از اینکه در رابطه با مشکلات نیمروز هم بپردازیم، خدمات فایبر نوری، خوب است از اینجا آغاز بکنیم که وضعیت اینترنتی در افغانستان چگونه است؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت اینترنتی در افغانستان فعلا نسبت به سالهای گذشته خوبتر و سریعتر شده و همچنان در قیمت ها به اندازه خوب قیمت ها پایین آمده در افغانستان، چون قبلا در افغانستان یک مشکل بود که اکثریت سایت های مخابراتی 2G بودن و یا هم ساحات ما داشتیم که به فایبر نوری وصل نبودن و از اینترنت قیمتتر استفاده میکردن. فعلا وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی تمامی مارکت مخابراتی افغانستان تحت بررسی قرار داده. قبلا یک سقف مشخص تعیین شده بود که با اساس از او قیمت ها الا 30% و 40% پایین تر آمده بود و فعلا هم وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی یک بار دیگه تمامی مارکت مخابراتی را تحت بررسی قرار داده و ان شاء الله در آینده نیز قیمت ها یک اندازه دیگه هم نازلتر میشه و با اساس شبکه‌های مخابراتی که در افغانستان فعالیت میکنن و مصارفشان و فایدهشان با اساس از یک قیمت مناسب سنجیده میشه و بازار عرضه میشه. چون قبلا هم گفتم اکثریت مناطق افغانستان که 2G بودن فعلا کار جریان داره که سایت های مخابراتی به 3G ارتقا پیدا کنه و همچنان ساحاتی که امکانش هست که امرای فایبر نوری وصل شود. پروژه فایبر نوری در سرتاسر افغانستان در مناطق مختلف افغانستان در حال گسترش است و شرکت های مختلف در افغانستان در این زمینه کار میکنه تا ما بتوانیم در افغانستان اینترنت با کیفیت‌تر و سرعت بیشتر و همچنان ارزان‌تر ارائه کنیم. اشاره کردین الکوزی در رابطه با قیمت‌ها هنوز می‌بینیم شکایت‌ها پابرجا هستند. مردم شکایت دارن، نچند سقف گفتن تعیین کردین. از قبلا ما بحث‌های زیاد با شما در این خصوص داشتیم. فکر می‌کنین چرا هنوز شکایت‌ها پابرجا هستند در این خصوص؟ خب رازقیار صاحب، یک مشکل که در افغانستان موجود است، افغانستان مقایسه میشه با کشورهایی که مستقیما با بحر وصل
وصل هستند و قیمت‌های کشورهای همسایه که فرضاً وای ارائه میکنن قیمت‌ها را در بخش اینترنت و در بخش مکالمه ارائه میکنن، این را مقایسه میکنن همراه افغانستان. وقتی افغانستان همراه کشورهایی که فرضاً با بحر وصل نیست و از طریق کشور سومی میتونه که اینترنت وارد کنه، شما میتونید که باز قیمت‌ها را مقایسه کنین. خب فعلا افغانستان بازم مردم که در کدام بخش مشکلات دارن و شکایت دارن، وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی وقت به وقت رسیدگی میکنه به این مشکلات و طبق شرایط امکانات افغانستان با مردم خویش خدمات ارائه میکنه. بله. و از فایبر نوری که گفتیم ما سالهاست از سالها به طرف میشیم در رابطه با فایبر نوری در افغانستان که خدمات اینترنتی قرار است به سر افغانستان یا جایی که ممکن است مثلا انتقال پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه. در حال حاضر چند ولایت افغانستان از فایبر نوری استفاده میکنه، وصل هستند با فایبر نوری؟ خب رنگ عمومی در افغانستان تکمیل شده و فعلا ولایتایی که فرضاً نیاز دارن و خواهش دارن که به وصل شوند فعلا سرش کار جریان دارد. وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی به اساس پالیسی که در 3 سال گذشته ساخته شده بود با فایبر نوری، چون فایبر نوری بخشی است که یک زیربنای اساسی است در بخش مخابرات و باید یک پالیسی جامع و استاندارد داشته باشه. به همین منظور وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی یک پالیسی جامع و استاندارد که به اساس نرم‌های بین‌المللی ساخته شده ایرا با شرکت‌های مخابراتی و شرکت‌هایی که در بخش گسترش فایبر نوری کار میکنه بر شریک ساخته. ما تقریبا 819 پلان داشتیم در افغانستان که از این میان منظوری و عدم منظوری است در این بخش که از این میان 488 کیلومتر سال جاری بله 488 کیلومتر فعلا منظوری برشان داده شده و با 161 کیلومتر منظوری داده نشده، چون با اساس استانداردهایی که بودن با اساس از او کارا پیش نمی رفت. ما یک میخواهیم کم ذره مشخص کنیم این بخش. ما وقتی یک جای زیربنا داشته باشیم شبکه دیگه نمیتونه اونجا زیربنای دیگه ایجاد نماید، چون سر یک زیربنا با میلیون ها دلار مصرف میشه. وقتی که زیربنا ساخته شود پولشان دوباره از مردم گرفته میشه. وقتی یک جای زیربنا باشه او شبکه فایبر نوری ظرفیت را داره که همراه شبکه‌های دیگه هم بخش‌های کورای خود شریک بسازن و شبکه‌های دیگه از این استفاده کنن، هم مصارف کمتر میشه، هم میتونه در وقت کمتر اکثریت مناطق ما وصل کنیم. و فعلا وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی در اکثریت مناطق افغانستان فعلا با اساس همین پالیسی کارا جریان داره و ما توانستیم که در اکثریت ولایت افغانستان پانتون ها را و اماکن دولتی عملاً از فایبر نوری استفاده میشه. در شماری از مراکز یا بله در کابل حتی پروژه FTTH عملی شده تا خانه ها میره بدون از اینکه اینترنت پوینت تو پوینت باشه از FTTH استفاده میشه، فایبر تو ده هوم که اونجا دیگه تقریبا 500 جی بی و 600 جی بی را با 500 افغانی و 600 افغانی ارائه میکنن و ما کوشش میکنیم که در سر تا سر افغانستان پروژه عملی شود، چون خودتان میفهمید شرایط و امکانات افغانستان نسبت به کشورهای دیگه متفاوت تر است و ما با اساس امکاناتی که در افغانستان موجود است با اساس از اون ما پیش میریم. خب اگر میخواین کم ذره معلوماتم براتون میتم فعلا در تمدید فایبر نوری در مسیر یک اولنگ بامیان به طول 54 کیلومتر جریان داره و همچنان در مسیر پکتیا به امتداد ولسوالی زرمت الا غزنی 94.5 کیلومتر شبکه فایبر نوری در حال گسترش است. همچنان در مسیر جوزجان سرپل به طول 52 کیلومتر، همچنان در مسیر فایبر نوری از قندار تا روزگان 155 کیلومتر، از هرات لاغور به طول 332 کیلومتر، منظوری ولسوالی کجکی به امتداد دیراوت روزگان به طول 170 کیلومتر فعلا در جریان است. در این مناطق ما بتانیم این مناطق وصل کنیم. با اساس از باز ما میتونیم که دوایر دولتی را، پانتون ها را، مکاتب و همچنان خانه های مسکونی را امرای پروژه فایبر نوری وصل کنیم و از استفاده شود. بالکوزه سپاهان کنه که گفتم از سالها به این طرف در رابطه با فایبر نوری شنیدیم. حالا میبینیم که کارش هم جریان داره به اساس گفته‌های شما و عملاً که از این خدمات استفاده میکنند در شمار از ولایت‌ها و مراکز آموزشی و نهادهای تحصیلی. سقف تعیین است ضرب العجل همان گونه که به قیمت‌ها مثلا سقف تعیین شده، به این قیمت‌ها مسلماً که تعیین شده. ولی ضرب العجل که این پروژه نهایتاً در سراسر افغانستان تطبیق شود و بهره برداری سپرده شود. خب فعلا وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی طبق پلان که داره میخواهد اول خود تمامی رنگ افغانستان او تکمیل شده و فعلا پروژه وصل ولایت است که باید ما تمامی ولایت افغانستان وصل کنیم امرای شبکه فایبر نوری. خوب شاید از وقت بیشتر باشه که ما بگیم که در این وقت ما میتونیم که وصل کنیم، چون با
امکانات و شرایط ضرورت داره و افغانستان یک جغرافی است صعب العبور است و اکثریت مناطقش کوهنشین است و دیگینگ یا کندنکاری مناطق نسبت به کشورهای دیگه سخت‌تر است و ماشینایی که اینجا فعالیت میکنه فرضاً به او رقم کار کردن نمیتونه مثل که در کشورهای دیگه هستن. خوب بازم هرچی موانعی باشد وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی کوشش میکنه که در این بخش دستاوردهای خوبی داشته باشه که فعلا ما ان شاءالله تا به این رسیدیم که دستاوردهای خوبی داشته باشیم در این بخش و بتونیم که افغانستان از طریق فایبر نوری وصل کنیم. فعلا ما در 7 نقطه وصل هستیم همراه کشورهای همسایه است، کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی وصل هستیم و از این طریق اینترنت داخل افغانستان میشه و توسط شرکت‌های مخابراتی و اس پی ها اینترنت سرویس پرووایدرها به اماکن دولتی و جای مختلف توزیع میشه و مردم از این استفاده میکنه. خب فایبر نوری یک بخش بسیار مهم است در بخش ارتباطات و در بخش اینترنت و تکنولوژی، چون این بخش هست که میتونه که چون نامش فایبر نوری است با اساس ازی که سرعت بسیار زیاد و بیشتر دارد و میتونند که با حجم کمترش اینترنت و دیتا بسیار زیاد را منتقل بسازه و مردم از این استفاده کنه و حتی با ام بی های بسیار بالا با مردم خدمات ارائه کنن و در مردم میتونن که در خانه های مسکونی خش از این استفاده کنه و بسیار با سرعت بالا و قیمت بسیار پایین. اولویت بندی کردید مثلا کدام ولایت ها مثلا اولا قرار است از این خدمات استفاده بکنه یا کارهایش که تکمیل نشده برن شما کارا رو تکمیل بکنین و نهایتش مناطق افغانستان که قرار است یا همان گونه که اشاره کردین صعب العبور است بسیاری از مناطق افغانستان نمیتونن مثلا فایبر نوری در اونجا گسترش پیدا بکنه. بدیل به خاطر از اینکه اونا مردم از خدمات اینترنتی استفاده بکنن باز چی است اصولا؟ خب اولویت تمام افغانستان است که باید تمام افغانستان اینترنت و فایبر نوری داشته باشه. با امی اساس فعلا تمامی رنگ ما تکمیل شده و مکمل شده و میتونیم که از او خدمات به ولایت هم داشته باشیم. خب موانع بسیار جدی نیست که فرضاً افغانستان جغرافی صعب العبور است چون فعلا زمانه تکنولوژی است و میتونیم که از هر راه بخش گسترش شبکه فایبر نوری به پیش ببریم و وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی هم با همین منظور قبلا ما در بامیان کدام شبکه فایبر نوری به گسترش نداشتیم فعلا داریم، در حالی که مناطق دایکندی و بامیان هم مناطق دارن که بسیار صعب العبور هستند، اما وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی توانسته که برنامه را پیش ببره و بتونه که در اولویت هم اماکن دولتی و پانتونها و مکاتب و شفاخانه ها را وصل کنه. بعد از او طبق خواستهای مردم که به چه مقدار مردم ضرورت داره که تا به خانه هایشان برسه و از این استفاده بکنه. و اگر قبل از اینکه ما جمعنی هم داشته باشم در حال حاضر منابع اینترنتی افغانستان کدام هستند؟ الکوزای سپس چی منابع استفاده میکنه افغانستان جدای بحث فایبر؟ بله فایبر نوری است که ما در 7 نقطه وصل هستیم همراه کشورهای همسایه که از آسیای جنوبی است، آسیای میانه است. از این طریق شرکت‌های مخابراتی به افغانستان اینترنت وارد میکنه و شبکه‌های مخابراتی با اساس سایت‌های مخابراتیشان و همچنان توسط فایبر نوری و شرکت‌های اس پی که شرکت‌های به خانه‌ها اینترنت توزیع میکنن با همچنان با ادارات مختلف توزیع میکنن. اینمی بخش مهم اینترنت است که در افغانستان استفاده میشه. یعنی ما مستقیما به بحر وصل نیستیم که ما بتونیم که با مارین کیبل وصل باشیم اینترنت داخل افغانستان کنیم. درست. و آخرین صحبت‌های شما رو می‌خوایم داشته باشیم. برنامه بعدی که دارین چی هستن؟ خب برنامه بعدی گسترش شبکه‌های مخابراتی در سرتاسر افغانستان، همچنان پایین آوردن قیمت‌ها در افغانستان که ان شاء الله در این نزدیک صورت میگیره و گسترش شبکه فایبر نوری به مناطق دوردست افغانستان تا ما بتونیم که از تکنولوژی که مردم جهان استفاده میکنه افغانای ما استفاده. سپاسگزارم. آقای عنایت الله الکوزای سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از حضورتان در این بخش. سلامت باشید. خیلی خوش آمدید. تشکر.